وقتشه. کره تخم مرغ شکلات داری؟ چیه؟ ما آشپزی میکنیم، کسب کاری که نمیکنیم. فقط داشتم کیفیت شکلات رو بررسی میکردم. بسه، شکلاته. واقعیت نداره. چندین نوع شکلات وجود داره و برای این دستور پخت ما کاکائوی 80% بلژیکی میخوایم. وای چه دقیق. مامان بزرگ همیشه میگه کمالات در جزئیاته. خب حالا دیگه به ندرت حرف میزنه. چیزی نیست، من خوبم، فقط دلم برای قبلناش تنگ شده. خب پختن کیک مورد علاقش برای تولدش ممکنه همون جادویی باشه که حالشو بهتر میکنه. دلم میخواد برونیا عالی بشن. تو حالا براش کیک نپخته بودم. اونا عالی میشن کلی. شارلوت خانوما تبریک میگم. اگه این پیامو گرفتید یعنی شما کاملا گند زدید و ممکنه فردا هم بهتون گند بزنید. برای یادآوری میگم 2 بار دریبل زدن برای بازی مسخره است و وقتی شک کردید بره. اون خودش باید بره، نه توپ. فقط یکم عصبانی. فقط یکم؟ اون هنوز کاپیتان نشده. در واقع اون هنوز تیمی هم تشکیل نداده. ما هم اگه تمرین نکنیم تیمی نداریم. ای وای ما اصلا تمرین نکردیم. دیگه تموم شد، ما حتما میمیریم. بادی چی کار میکنی؟ دستتو جایی بذار که ما بتونیم ببینیم. اینجوری دست به اون نمیزنی اگر نه. بادی تو نباید بیای اینجا. تو قانون مامان بابا رو شکستی و منم مجبور شدم بشکنم. دلیلشو میفهمم، خیلی وحشتناکه. ببینم کسی نترسیده؟ فقط منم. خیلی خوب. اسکیت نزدیک بود. ای بابا پیدات کردم. وای خدای من، این چیه؟ کتاب آشپزیه، مال مامان بزرگه. کدومشونه؟ اونی که وسطه. اون دوتای دیگه کیه؟ نمیدونم، اما شرط میبندم اونو دوستای مامان بزرگ من. من و مامان بزرگ هیچ کدوم از اینا رو نپختیم. کلوچه، چیپس شکلات خورد شده، لازانیای تنبل، کیک خفه کننده. اسمای عجیبیه مگه نه؟ هر کسی میتونه هر اسمی که دلش بخواد روی کیکی که درست میکنه بذاره. بعدش من میخورم. شارلوت نفس عمیق بکشانه، ما تمرین میکنیم. پس دسر تولد چی میشه؟ نابود شد. نه، افتضاحی که بادی به بار آورد یه اتفاق خوب بود. یه نشونه است. حق با تو، این یه نشونه است. من باید یکی از دستور پختایی اونو بپسم. کیک خفه کننده؟ دقیقاً. یکی از مواد لازم وانیل سدرونیایی. ببینم داری؟ نه. ولی میدونم کی داره. سلام کیک. پارسال دوست امسال آشنا بیا اینجا ببینمت. جیک پیراشکی گوش درست کرده، امتحانش کن و بگو مال من بهتره باشه. امکان نداره پیراشکی گوشت بقیه بهتر از ماما پی باشه. اینو خیلی بهتر از پیراشکی ماما پی. ولی بهش نگو. خب اگه گفتی چی توشه؟ باشه. مزه مرغ میده، قارچ، فلفل و ترخون. نه ترخون نیست، دارچین تفتده شده است. عالیه. پخت و پس تو خونمه. دوست ندارم بپرم وسط حرفتون، ولی باید بگم که ما برای وانیل اومدیم. شما چی میخواین؟ وانیل سدرونیایی. نمیدونم چیه، فکر نمی کنم چیزی به این اسم. چی میخوای بپزی؟ یه کیک کوچیک برای مامان بزرگم. چقدر خوب. تو به شکل عجیبی داری شبیه مامان بزرگت میشی. کاش خودشم مثل قبلناش بود. خب چقدر بابت وانیل بدم؟ نه مهمون منی. ممنون. برای تولد مامان بزرگت. صبر کن، تو از کجا میدونی تولده؟ زود باش، باید بریم.
نیونبر متنفرم. ببینم اون رو صندلیش نشسته. من نگاه نمی کنم. پس من نگاه میکنم. نه نیستشم. سلام خانم سیلورت. چه قشنگ هرس کردیم. این درخت آریاییه. باشه. بیا دیگه. یه پیمونه آرد اضافه کنید. باشه. ترکوندم. داربی، شما برنده بسکتبالی. هدف بعدی چیه؟ به کلی و هانا تو پختن کمک کنی. فکر می‌کردم قراره تو تست کردن مزه ها بهتون کمک کنم، ولی انگاری میخواید همه این کارا رو من انجام بدم. فقط یه قاشق چای خوری وانیل سدرونیا اضافه کنید. بدش به من. میتونی به کیک نزدیکتر از اینم بشی؟ بله، ولی اون موقع میخورمش. اما خب به خاطر تولد جلوی خودم رو میگیرم. بچه ها فکر کنم یه خط جا انداختیم. آگاه باشید، هر وقت از وانیل سدرونیایی استفاده کنید هر نتیجه‌ای که بده بهاش پرداخت میشه. من تازه کارم، نمیدونستم دستور پخت و هشدار دارم. نه هشدار ندارم. درسته، ولی راجع به چیزایی که مامان بزرگم درست کرده انتقادی نشده. بابام تو مسابقه کیک‌های میوه‌ای شرکت کرد فقط برای اینکه کیک‌های مامان بزرگو بخوره. خودش اومد. من باید برم، ولی فردا یه تیکه برام بیار. اونم میشه جایزه پرتاب طلاییم. و داربی و برایان رکورد افتضاح‌ترین پرتابو به نام خودش ثبت میکنه. آره. ربات. حواسم بود. ندیده بود. خیلی خوب. میشه بگی چت شده هانا؟ من که چیزی نگفتم. لازم نیست بگی، من میفهمم. میدونم یه چیزی شده. چی شده؟ میترسم داربی نتونه بیاد توی تیم. یعنی تو پرتاباشو ندیدی؟ خب یکم شوتاش داغون هست، ولی کارش تو دفاع خوبه. شاید، ولی باید تمرین کنیم. داربی باید تمرین کنه و اگه نتونه بیاد تو تیم اون میاد تو تیم. ولی اگه نیاد چی؟ همه چی عوض میشه. دیگه هممون با هم نیستیم، چون من و تو یه تیمیم، ولی اون نیست. چی کار داری میکنی؟ نباید الان ببری. دیگه بریدم. حالا ساکت باش و کیکتو بخور. همه چی خوب پیش میره. من یکم نگران بودم چون سنسور آتیش خاموش شد، ولی شما خیلی خوشمزه‌ای بود. ممنون بابا. چون مامان بعد از اینکه بابا مرغ سوزوند از بیرون غذا گرفت. خب یادم رفته تا به روغن بزنم. یا اینکه گازو خاموش کنی. اشکالی نداره، هنوزم با مزه‌ای. خب حداقل استعداد آشپزی یه نسل رو جا انداخت، مگه نه مادر؟ نه بادی، باید درستش کردم. مواظب باش. بچه‌ها دوباره این کارو کردی. قانون 5 ثانیه. بادی از اون بادی نخور. چی کار داری میکنی؟ من خوشمزه است. موزیک میتونه بخورتشه، برش مهم. ساکت شو بادی، براش مهمه. بچه‌ها بس کنید، امشب تولد زود باش مامان بادی، بزرگه. برو دستمال بیار که تمیزش کنی. بجم. تو دستمال نیار عزیزم، خودم تمیزش میکنم. بادی برو بیرون سمت چپ. ببخشید که تولدتو خراب کردیم. میخواستم بهترین روز و بهترین کیکو داشته باشی که بتونی بچشی و بفهمی من چقدر دوستت دارم. میخواستم ببینی تو این همه سال که بهم یاد دادی چجوری آشپزی کنم بیهوده نبوده. من حتی از کتابای قدیمی زیر شیروانیت استفاده کردم. کیک خفه کننده. کلینا تو چی کار کردی؟ مامان بزرگ تو حرف زدی. گوش کن چی میگم. میخوام به غریزت اعتماد کنی. خواهش میکنم اعتماد کن. مامان بزرگ، مامان بزرگ، مامان بزرگ. به غرایزم اعتماد کنم؟ آخه این یعنی چی؟ ماکارونای تقویت حافظه، نودلای شبونه، کیک خفه کننده. غرایزم به هم میگن بگیر بخواب.
خدافظ بابا، برام دعا کن. نگران نباش دخترم، این بارم میبری. این بازی نیست بابا. درسته، پس بهتره بهت بگم موفق باشی. پادی زود باش دیگه، دیرت میشه. سرما خوردی؟ آها، مثل اینکه واقعا خفت کردم. وایسا، اصلا نمیتونی حرف بزنی؟ بادی نمیتونه حرف بزنه. اون کیکو خورد، حالا هم به این روز افتاد. فکر کنم اون کیک خفاش کرده. من اینطوری فکر نمی کنم. یکمیش امروز صبح خوردم و الانم خوبم. درسته. بادی عطسه میکرد، احتمالا سرما خورده. سلام بچه‌ها، چه خبر؟ من واقعا فوق‌العاده‌ام، چون که امروز بدون زنگ ساعت 6:30 بیدار شدم. شما دوتا هم خیلی خوب به نظر میرسید. ببینم از اون کیکا برام آوردی. کلی صبح داشتم در موردش. بس کن، مسئله همینه، نمیتونم. اینقدر مسواک زدم که همه خمیر دندون قورت دادم. الان دارم میخندم ولی در واقع نگرانم که چیزی میشده باشه. خب شاید واقعا به این کیک ربط داشته باشه. کلی به داربی بگو چه بلایی سر بادی اومده. اون نمیتونه. حالا هم تو نمیتونی حرف بزنی. بچه ها فکر نکنم این کتاب آشپزی فقط یک کتاب آشپزی باشه. میدونین آخه دیشب درخشید. چقدر طول کشید تا بهمون بگی اون میدرخشید. وای خدای من، باید به یه نفر بگیم. ولی نه، من نمیگم. باید اینو یه راز نگه داریم، چون برای من خیلی سخته که نتونم حرف بزنم. فکر کنم باید راجع به چیزای دیگه حرف بزنم. ببینم جیمی، ارتودنسیات برداشتی. اگه دائمی باشه چی؟ امروز منو از کلاس بیرون کردن چون اون نوشته. یادتونه؟ آگاه باشید، هر وقت وانیل سدرونیا رو اضافه کنید، هر نتیجه‌ای که بده بهاش پرداخت میشه. تو کسی بودی که وانیل رو اضافه کردی. وای، تو بهاشو پرداختی؟ این واقعا فوق‌العاده است. داربی، فقط یه چیز مونده، اضافه کردن وانیل. این اتفاقی که وقتی من کمک میکنم میافته. دفعه بعدی که ازم کمک بخوای. خیلی خب خانوما، زود باشید ببینم. روز اول کلاس خودمونو با چند تا حرکت ساده گرم میکنیم. شارلوت، تو پارسال کاپیتان تیم بودی آره؟ پس راهنماییش کن. خیلی خوب دخترا، 2 صف تشکیل بدید. بدید. داربی، داری آدامس میجویی؟ بندازش بیرون. اما من آدامسمو لازم دارم، نه به خاطر اینکه دهنم بوی بد میده. آدامس چیزیه که بوی بد دهنو از بین میبره، ولی مشکل اصلی من این نیست. مشکل من حرف زدن. آخه چی شد؟ حالت خوبه داربی؟ نه، تندونامه. شایدم عضلاتمه، شایدم چیزی که مربوط به ساق پام خیلی درد میکنه. اینو گاز بگیر، به خاطر دردش. خیلی خوب، بیا بلندت کنیم دختر. میتونی تکون بخوری؟ آروم، خوبه. میبرم درمونگاه، بیا. آروم. باید بهتون بگم که اون زنده میمونه. حالا برگردید سر کارتون. باشه، تو که نمیگی پس من میگم. من گند زدم. وقتی دراز کشیده بودم و توی درمانگاه جفتک میپروندم، شما توی زمین داشتید میترکوندید. حالا من جاغونم و گیر افتادم. کاری نمونده که انجام نداده باشم. تا فردا هم حالم خوب نمیشه. پس قول بدید تا وقتی برمیگردم با شارلوت صمیمی نشید. تو میای تو تیم و تو هم صدات برمیگرده. واقعا؟ چون فکر میکنم مشکل حنجره من دائمی باشه. تصحیح خودکار؟ التهاب حنجره. اینا همش تقصیر منه. مامان بزرگم بهم گفت به قرائزم اعتماد کنم، من گوش نکردم. حالا تو اینجا افتادی، تو هم نمیتونی حرف بزنی. بادی هم که هیچی. بادی! ببینم چطوری مرد کوچیک. متاسفم که مریض شدی و شرمندم که دیروز از دستت خیلی عصبانی شدم. بهت گفتم ازت متنفرم، اما تو داداش کوچولومی و عاشقتم همیشه، حتی وقتی که از دستت عصبانیم. باشه؟ باشه، خیلی خوب.
خوبه. وایسا چی؟ تو حرف زدی؟ آره زدم. آره من حرف زدم. حالا من میتونم حرف بزنم. من میتونم حرف بزنم. صدای بادی برگشت بچه ها. خوش به حالش. صبر کن ببینم. این یعنی دیگه من زیاد حرف نمیزنم. این فوق‌العاده است. همینطور این میز، لوستر، دراولا. الان خیلی خوشحالی که حرف میزنی؟ خیلی خوب تمومه. نمیخوام بگم خوشحال نیستم، ولی آخه چرا اینجوری شد؟ شاید جادو فقط یه روز دوام میاره. آخه من کیکو خیلی زودتر از بادی خوردم ولی صدامون همزمان برگشت. فکر کنم همینجوری قطع شد که این یعنی باید نابودش امتحان کنیم. چی؟ یکی دیگر رو امتحان کنیم؟ امکان نداره. ما باید اون کتابو بسوزونیم. آره دقیقاً. مثل وقتی که پای داربی رو درست کردیم. مثل کتاب آشپزی پای داربی اینجوری شد. من که میگم بریم بیرون آتیشش بزنیم. میتونی یه راه حلی پیدا کنی که داربی بیاد تو تیم؟ وای، تارت بهبود بخش فندوقی. انگار کتاب میدونه. ببینم حالا وحشت حس میکنی؟ این واقعیه. ما باید مراقب باشیم. فقط یه بار دیگه. تنها چیزی که مونده یه قاشق چایخوری از وانیل سدرونی است. خب کی میخواد بهاشو بده؟ اون با من. تو مجبور نیستی انجام بدی. میتونیم ادامه ندیم. شما بچه ها خوبید؟ خیلی خوب. مامان پیرسم خواست که این خورده کوکائو رو بهتون بدم. گفتش با تارت عالی میشه. چی درست میکنید؟ تارت؟ خیلی عجیبه. خب بوش که خیلی خوبه. مال تو نیست. مزه‌شم خیلی فوق‌العاده است. ببینم پاهت چی شده؟ تو بسکتبال آسیب دید. دست تو چی شده؟ سر کار آسیب دیدم. داشتم چند تا دنده کوچیک کباب میکردم که یه دفعه یه چیزی سوخت. دستت بود؟ آره، ولی چیز مهمی نیست. قیافش بدتره. از الان اسم میکنم بهتر شده. نه وای خدای من. یکم از تارت برام نگه دارید. اینا رو هم اضافه کنیم؟ میدونی که من رو شکلات حساسم. دوستش دارم. ممکنه خوب بشه، ولی بهتره با دستورالعمل مامان بزرگ جلو بریم. یه مشکلی هست. چی شده؟ نمیتونم دستمو تکون بدم. هی جواب داد. آره کار کرد. این بده. این واقعا چیزی بده. نمیشه. ما میدونستیم که یه بهایی داره، ولی نمیدونستم اینقدر گرونه. اما باهاش کنار میام. میتونی؟ ولی تو هم فردا باید بازی کنی. وای کلی، واقعا متاسفم. همش تقصیر من بود. نه اصلا اینطور نیست. یه راهی براش پیدا میکنم. تو رو اومدن تو تیم تمرکز کن، منم رو پاس دادن با یه دست. دوباره تلاش کن. باید از هر دو دستت کار بکشی. تو هم همینطور شارلوت. آفرین دربی. خیلی خوب، آفرین بچه ها. اعضای تیم امسال شامل نیک، جیسون، زک. اونو اسم پسراست. ببخشید این لیست تنبیه است. خیلی خوب، برو که رفتیم. آلیسون، سارا، نیکول، شارلوت، کلی
مدیسون، صوفی، هانا، کارینا و داربی. خیلی خوب بچه‌ها، امتحان خوبی بود. کاپیتان تیم امسال رو معرفی میکنم. کلی کوین. چی؟ واقعا از روشی که از همتیمیات حمایت میکردی خوشم اومد. امسال میخوام روی انگیزه‌های همدیگه کار کنیم، چه توی زمین و چه بیرون از زمین. حالا امروز که از اینجا میرید به این فکر کنید که چجوری میتونید با همدیگه. مربی، باعث افتخاره که منو برای کاپیتانی تیم انتخاب کردیم. اما راستش رهبری کردن سخته و نیاز به اعتماد به غرایز داره و غریزه هیچکی برای بازی بهتر از شارلوت عمل نمیکنه. اون به ما انگیزه میده، چه داخل چه بیرون زمین. البته بیشتر بیرون زمین از طریق پیام دادن. میخوام بگم این عصبانیتش به درد میخوره. اونه که باید کاپیتان باشه. بچه دستو. خب باشه، شارلوت کاپیتانه. فردا سر تمرین میبینمتون. خب خیلی خوب بود. خواهش میکنم، تو لایقشی. اگه به دستش میآوردی میتونستی یه کاپیتان خوب باشی. قبول دارم. فقط حس میکنم هر چیزی که اتفاق افتاده باید اتفاق میافتاد. میدونین پیدا کردن کتاب، پختن دستورالعملا، همه اتفاقای اثری داره. ظاهراً سرنوشت بوده. حرفات یکم سخت شد. فقط میدونم هر اتفاقی که برای مامان بزرگ افتاده یه ربطی به این کتابا داره. میگم شاید ممکنه اونم طلسم شده باشه. اما طلسم ما برداشته شده. نه، اونا شکسته شدن. ببینید تو حاشیه یه کتابه، همیشه تو حاشیه‌شه. گفته هر چیزی که انجام شده میتونه برگردونده بشه با یه کار خوبی که از ته قلب انجام بشه. درست بعد از این که از بادی عذرخواهی کردی تونستیم حرف بزنیم و وقتی گذاشتی شارلوت کاپیتان بشه بازود خوب شد. این خیلی ساده است. ولی فکر نکنم اونقدرم ساده باشه. فکر کنم چیزای بیشتری هست. نه، اینو نگو. ما باید به پختن ادامه بدیم. ما باید مامان بزرگم رو نجات بدیم. تو اینجا چی کار میکنی؟ دوباره داره اتفاق میفته. تو اون دخترها رو تنها گذاشتی.